سلام آقای اسی دخترکش. سلام عزیزم. من از نشریه نخبگان هنر مزاحمتون شدم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین و اجازه دادین که با هم مصاحبه داشته در باشیم. خدمتتونم، بفرمایید. آقای دخترکش، میشه بپرسم چرا تیم هنریتون انقدر رویاییه؟ نه اشغالانه است. نه آها، اونا نبوغ هنری زیادی دارن. نه مزخرفه. آره دقیقاً آره. اوکی، حالا اینا رو ول کن. شما آلبوم جدید منو شنیدین؟ آلبوم نرو برگرد بیا دوست دارم، مال ژوئن 2021 که حتما تو نشریتون ازش تبلیغ کنید. بله حتما. فقط آقای دخترکش، قبلش من چند تا سوال داشتم، اگه میشه جواب بدین. بپرس عزیزم، بپرس. آقای اسی، تحصیلات شما چقدره؟ مدرک دکترامو دادم برام بیارن، چند وقت دیگه میرسه. بعد رشته‌تون چیه؟ واقعی به اونجاش نکشید، دوم راهنمایی. تا حالا عاشق شدین؟ زیاد نه، 8 بار. البته دیگه بار 9 توبه کردم. شب قبل از خواب به چی فکر میکنین؟ به عشقم. البته بسی که داره اون شب عشقم کی بوده باشه. کدوم شعرتون رو بیشتر دوست دارید؟ من به همه شعرام عشق می‌ورزم، اونا مثل بچه های منن. حالا اگه حسودی نکنن آهنگ خره عاشقتم یا عاشقتم خره، بعضی دوستان میگن اینو من بیشتر از همه دوست دارم. باباتون رو بیشتر دوست دارین یا مامانتون رو؟ مامانتونا. البته ببخشید مامانمو. ما یه چند وقتی هم هست که با هم دیگه قهریم. سفر به کجا رو از همه بیشتر دوست دارین؟ تایلند، دبی. چند وقتیه که دیگه به دبی علاقه پیدا کردم. میشه یکی از شعراتون رو برامون بخونید؟ حقیقتش الان صدام گرفته است و اصلا حس و حال خوندن ندارم، اما میدونم که خبرنگاری و با 1000 تا امید آرزو اومدی پیشم، نمیخوام رو تو زمین بندازم، برات میخونم. چشمات منو دیوونه کرد، دستات به من زیلی میزد، پاهات منو لغت میزد، دهنت به من آروغ میزد، دماغت خوبه لذت بردیم، خیلی ممنون. آیا اسی مشوق شما برای خوانندگی کی بوده؟ دخترم فریبا. 2009 دیگه توبه کردم. شاعر شعراتون کیه؟ اینا تراوشات ذهنی یه آدم خسته از زندگیه. چقدر مولوی رو میشناسی؟ خیلی، اینه کف دست. خب بعد نظرت درباره مولوی چیه؟ یه زمانی پاتوق ما بود، تو خیابان مولوی به هر دختری بگی اسی میشناسه. دیگه البته توبه کردم و دوره برای چاره زرگری اینا میچرخم. خب پس اصلا تو خط شاعرای اصیل ایرانی نیستی. حالا تو زندگیت کلن چی دوست داری؟ من عشقم ایرانه، جونم ایرانه، نفسم ایرانه. بسیار همالی، خیلی خوب. خب ببخشید دیگه وقتمون رو گرفتی و اگه حرفی نداری که تمومش کنیم دیگه. فقط این کی پخش میشه؟ میگم خدمتتون. خیلی خیلی خوب. ممنونم، خواهش لطف می‌کنم. کردین. خدا قربان نگهدار. شما.